با وقت پراگا 13 دقیقه است و در طول چند دقیقه دیگر بینندگان عزیز من برای شما سرخط خبرهای روز رو خواهم گفت و تفصیلات این مطالبی که حالا من برای شما ارائه میکنم بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری در همینجا در پخش مستقیم در آزادی ویدیو میتونید تماشا کنید و فکر میکنم تا آغاز برنامه باز مطالب دیگر نیز در دست ما خواهد رسید که بعداً شما در این باره میتونید در برنامه معلوماتی بیشتر دریافت کنید. یک گروه ساکنان شهر ترسونزوده دعوا دارند زمین‌های کشتشان را که بیش از 20 سال منبع درآمدشان بود خوجگی باغ سامان از دستشان گرفته است. قطعه‌های زمین سال‌های 1995 همچون زمین پرزیدنتی به ساکنان داده شده بوده است و ساکنان میگویند زمین‌هایشان حجت دارد و به مقامات هم مراجعت کردند ولی مقامات نه تنها حجت‌ها را به نظر نگرفت بلکه آنها را غیر قانونی دانسته از اعتبار ساقط کرده است. باید گفت که باغ سامان سال 2008 تأسیس یافته در مساحت 500 هکتار باغ انگور دارد و پرزیدنت تاجیکستان علی رحمان هم ضمن هر سفر خود به این منطقه مهمانی حاجی کمال صاحب این باغ می شود. چون و چرا این موضوع رو میتونید در برنامه خبری تماشا کنید چون که همکاران ما اخیراً به ترسونزاده رفته بودند و با مردم اونجا صحبت انجام دادند. وارش جای عثمان ای رو میگیرد. قرار است از ماه آینده پروازها میان تاجیکستان و ایران برقرار شود. مجوز پرواز هوایی از سوی ایران و تاجیکستان صادر شده است. همچنین جانب‌ها اجازه فروشی بلیط ها را دادند. قبلا دو شرکت ایرانی و تاجیکستانی در مسیرهای دوشنبه تهران و برعکس پرواز انجام میدادند. پروازهای شرکت تاجیک ایر بیش از 5 ماه است که در این مسیر قطع شده است. همین گونه آخرین پرواز شرکت عثمان ایر ماه سپتامبر سال 2018 انجام شده بود. پروازهای من بعد از سوی کدام شرکت هوایی صورت میگیرد و نرخ بلیط ها چگونه خواهد بود در برنامه خبری معلومات میدهیم. در ادامه موضوع ایران کسی در حکومت امریکا خواستار جنگ با ایران نیست. دونالد ترامپ روز 27 می در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن گفته است باور دارم ایران میخواهد گفتگو کند و اگر آنها خواستار گفتگو باشند ما هم خواستار آن هستیم. طبق برخی گزارش‌ها نخست وزیر ژاپن احتمالاً به ایران سفر کند. اظهارات نوی رئیس جمهوری آمریکا در حالی است که تنش بین ایران و آمریکا طی هفته‌های اخیر رو به افزایش بوده است بخصوص پس از آنکه جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ از ارسال کشتی‌های هواپیمابر به خاورمیانه خبر داد. این تنش‌ها بازم بالا گرفت و مقامات آمریکایی گفتند که این تصمیم به خاطر پیشگیری از تهدیدهای ایران علیه آمریکا و منافع متحدانش روی دست گرفته شد اما ایران همه گونه اتهامات در این رابطه را رد میکند. خب با شکست گروهی به نام دولت اسلامی یا خود داعش در سوریه و عراق نگرانی ها وجود دارند که جنگجویان این گروه طریق ترکیه به کشورهای خود میگذرند یا اینکه میروند. چون نگرانی ها خیلی زیاد است و همکاری ما با یک سفر خدمتی در ترکیه قرار دارد و ما تفصیلات این موضوع را خواستیم از او بپرسیم و شما در برنامه خبری میتونید راجع به این موضوع معلوماتی بیشتر هم بگیرید. این هم در حالی است که طوری شما میدانید در این گروه تندرو از جمله تاجیکان نیز زیاد بودند که برخی از آنها کشته شدند و برخی دیگر زندانی و برخی دیگر گفتند که پشیمانند و به وطن برگشتند و بخشیده هم شدند. خب در برنامه امروز همچنین از زندگی قوم لولیان برای شما قصه خواهیم کرد که کشاندن بار زندگی اساساً بر دوش زنان آنها است. مردم کار کردن را برای خود عیب میدانند. شیوه زندگی این قوم در آسیای مرکزی تقریبا یکسان است. آنها از نداشتن مکتب شکایت میکنند و با طلبندگی و جمع‌آوری آهنپاره روزگارشان را پیش میبرند. اگر خواهید بدانید که لولیان از کدام قوم هستند و زندگیشان چه تفاوتی دارد پس در برنامه خبری ما را تماشا کنید. ضمناً در چند ناحیه تاجیکستان هزارها لولی زندگی میکنند و اگرچه حکومت تاجیکستان برای بی‌اعتنایی با حقوق لولیان بارها تنقید شنیده است اما وضع این قشر جامعه تا هنوز تغییر زیاده ندیده است. خب چند موضوع دیگر نیز هست که همکاران ما تفصیلات در این باره جستجو دارند و فکر میکنم در برنامه خبری ما برای شما امکانی ارائه آن را خواهیم داشت. ما را تماشا کنید. ساعت 1 با وقت پراگا در همینجا در آزادی ویدیو در پخش مستقیم شما را منتظر میشویم.